إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. با سلامی نو شما را خوش آمدید میگوییم به برنامه نوی قصه پیامبران. در قصه پیغمبران عبرت‌ها، حکمت‌ها و پندها هست. خداوند ذوالجلال این قصه ها را بیهوده ذکر نکرده است، بلکه چندین بارها تکراری به تکرار گفتیم که این قصه ها برای پندگیری و برای زیاد کردن ایمان و عبرت است. در این برنامه همراه شما قصه پیامبری از پیامبران با نام یونس ابن متی را ذکر میکنیم. او را نون نیز میگفتند. معنای نون چیست؟ این ماهی است. از این سبب در قرآن نیز به صاحب ماهی ذکر شده است. چه قصه ای دارد این نبی؟ خداوند او را به سوی شهر با نام نینوا فرستاد، در محافظه که موصل نام دارد. تا این زمان این شهر وجود دارد. در آنجا زیاده از 100,000 انسان زندگی میکرد که به خدا ایمان نداشتند. همه مشرک بودند و خداوند برای آنها این نبی را فرستاد که یونس ابن متی نام داشت. آنها را به سوی خداوند ذوالجلال دعوت میکرد، به سوی یکتاپرستی دعوت میکرد، اینکه خدا را عبادت کنید، شما را جز خدای غیر او نیست. آیا کسی به او ایمان را آورد؟ سالها میگذشت و او آنها را به سوی خدا دعوت میکرد. هیچ یکی از آنها دعوت او را قبول نکرد. نه زن، نه مرد، نه جوان، نه پیر، نه بای و نه کمبغل، همگی به خدای ذوالجلال کافر شدند. یونس را مسخره می‌کردند. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول با او میگفتند إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. همگی جمع شده بودند برای مسخره کردن به یونس علیه السلام و برای آزار و اذیت او. انسان ناامید می شود از قومش وقتی که قصه یونس ابن متی را می شنود. آنها را دعوت میکرد، صبر میکرد، آزار و اذیت آنها را تحمل میکرد. هیچ خانه و راهی را ترک نکرد و هیچ نفری را ترک نکرد مگر اینکه آنها را به سوی خدا دعوت میکرد. لیکن آنها در کفرشان اصرار میکردند، سرکشی و متکبری میکردند. خداوند ذوالجلال به یونس علیه السلام وحی فرستاد. بعد از آن که آنها را به سوی خدا دعوت کرد و بعد از آن که در دعوتش صبر کرد، خدای ذوالجلال به یونس علیه السلام وحی فرستاد اینکه قومت اگر تا 3 روز ایمان نآوردند، بعد از 3 روز عذاب به آنها می آید. مهلت تنها برای قوم توست تا 3 روز، یا اینکه ایمان به خدای ذوالجلال می آورد یا اینکه به آنها عذاب فرود می آید. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. یونس علیه السلام به سوی قومش آمد. با آنها گفت ای قوم، خداوند به شما تنها 3 روز مهلت داده است، یا که به خدا ایمان می آرید یا اینکه آنچه که به قوم‌های پیش فرود آمده بود به شما نیز فرود می آید، یا اینکه ایمان می آرید و یا بر شما عذاب می آید که همه شما را هلاک می کند. با این وجود آنها اصرار می کردند، متکبری می کردند، سرکشی می کردند و می گفتند بکن هر کاری را که می توانی ای یونس، زیرا ما هیچگاه به تو ایمان نمی آریم و تو را باور نمی کنیم. در این لحظه ها یونس به قومش غضب کرد و از هدایت آنها ناامید شد و با تأسف اینکه به آنها عذاب می آید از آنجا بیرون شد. على ما سيحل عليهم من عذاب. وقتی که یونس علیه السلام با قهر و غضب از قومش بیرون شد و نینوا و آن کسی که به خدا ایمان نآوردند آنها را ترک کرد، قومش پشیمان شد، چون که عذاب به آنها می آید و وعده خداوند حق است، چون که بعد از 3 روز آنها هلاک می شوند. پشیمان شدند، توبه کردند، به سوی خدای ذوالجلال گشتند. حتی حیوانات از فرزندانشان جدا شدند، فریاد می‌زدند، با صدای بلند داد می‌زدند. مردم از خانه‌های خود بیرون آمده داد و فغان می‌کردند. در نینوا همه گریان بود. همه با خداوند راز می‌گفتند.
همه خداوند را زاری و تولا می‌کردند تا که عذاب نازل نشود. کی ضرر و عذاب را باز می‌دارد وقتی که نازل شود؟ تنها خدای ذوالجلال. أمن يجيب المضطر إذا دعاه جز خداوند کسی دیگری نیست برای آنها. ويكشف السوء تنها خداوند. لم يشعر موسى این را یونس علیه السلام درک نکرد. در حال غضب و قهر از آنها بیرون شد. لیکن همه آنها از پدرانشان سر کرده به خدای ذوالجلال ایمان آوردند. پشیمان شدند، به سوی خدا برگشتند تابوا إلى الله. و خداوند عذاب را از آنها دور کرد. هیچ قوم ایمان نآورده بود چنانه که قوم یونس علیه السلام ایمان آورد. در نینوا، در محافظه موصل همه قشلاق ایمان آوردند. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. بلا برداشته شد، عذاب نازل نشد. خداوند با آنها نیکی خواست، توبه آنها را پذیرفت. توبه باید با خود پشیمانی داشته باشد. آن قشلاق همگی پشیمان شدند. مردم فریاد میزدند، به خدا روی آوردند، التجا کردند، به خدای ذوالجلال ایمان آوردند. از عذاب خدا ترسیدند و خداوند آنها را نجات داد. و قوم یونس علیه السلام نجات یافت و همگی به خدای ذوالجلال ایمان آوردند. قصص نور قصص قصص نور قصص حكمة وصبر. خرج یونس علیه السلام از میان قومش با قهر و غضب برآمد. تأسف میخورد. چگونه به خدا ایمان نآوردند در حالی که آنها را به سوی خداوند دعوت کرد. از نینوا برآمده به سوی بحر رفت. قومش را ترک کرد بعد از آن که به آنها 3 روز مهلت داد تا اینکه عذاب به آنها نازل شود. با او کسی از آنها ایمان نآورد. به سوی بحر رفت تا که به خاطر خدا در راه خدا هجرت کند، تا که دین خدا را در روی زمین تبلیغ کند. از قومش دور شد، به سوی بحر رفت و به کشتی سوار شد. آن کشتی پر از آدمها بود، بارهای زیادی داشت. یونس علیه السلام با آن کشتی سوار شد تا از بحر عبور کند. داخل بحر شدند، تاریکی فرا رسید. وقتی که تاریک شد، موجها در جوش و خروش زدند. شمال سخت می شد. موجها کشتی را به جنبش در آوردند. مردم گریه و زاری می کردند، فریاد می زدند. چی شد؟ چی می گذرد؟ کشتی در حال غرق شدن با اهلش بود. مردم در ترس و هراس بودند. بین آنها نبی خدا یونس علیه السلام نیز بود. يونس عليه السلام وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون ركب سفينة. کشتی پر از آدم را سوار شده بود. موجها بلند می شدند. شمال خیلی سخت می وزید و کشتی در حال غرق شدن با اهلش بود. بارهای خود را اندک اندک به آب می پرتافتند تا اینکه کشتی غرق نشود. لیکن با این وجود رو بنابودی بود. گفتند بعضی از مردم را به آب می پرتاییم تا دیگران را نجات دهیم. کی را می پرتاییم؟ گفتند باید که یکی پی دیگری پرتاییم. مردم به آن تاریکی بحر نگاه می‌کردند. آن تاریکی پردهشت و ماهیان زیاد آنجا بود. کی جرأت دارد که خود را پرتافته هلاک شود؟ باید یکی از ما فراید. هیچ کسی کشتی را فرآمدن نمی‌خواست یا اینکه خود را پرتافتن نمی‌خواست. گفتند باید قرعه کشی کنیم. به کسی که این قرعه افتاد او کشتی را ترک می‌کند. یکم، دومی، سومی، چهارمی، تا آنگاه که کشتی را با اهلش نجات دادیم و کشتی پر بود. در قرعه کشی یکی پی دیگری می افتاد تا اینکه نوبت به یونس علیه السلام آمد و قرعه با او افتاد. یونس دانست که اینجا چی کاری هست. آماده شد تا خود را به آب اندازد. با او گفتند نه ای یونس، صبر کن، تو مردی صالحی، صاحب اخلاق حمیده ای. باز ایستا تا اینکه دوم باره قرعه بکشیم. و دوم باره نیز قرعه با او یونس علیه السلام افتاد.
این دشوار بود، حتی که محال بود چنین شدنش، لیکن این کار شد. در آن روزی که یونس علیه السلام به کشتی سوار شده بود، طوفان رخ داده بود. چیزی جز این نبود که یونس به خطا به این کشتی سوار شد. در وقتی نادرست و از میان قومش در ساعتهای خطا بیرون آمد. از این سبب دوم باره نیز قرعه به او افتاد. لباسهایش را برآورد. گفتند نه، بلکه صبر کن، دفعه سیوم نیز تکرار کنیم. در نوبت سیوم هم قرعه به یونس علیه السلام افتاد. ای الله، مقصود تویی ای یونس، مقصد از این همه کشتی نیست. نه، قسم به خدا، بلکه تویی مقصود ای یونس. لباسهایش را برآورد، سپس در آن شب تاریک خود را به بحر انداخت. و این یونس لمن المرسلین اذ ابق الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. یونس علیه السلام خود را به بحر انداخت و خداوند ذوالجلال وحی فرستاد. در آن تاریکی، در آن موجها که شمال باید آرام شود، موجها نیز آرام شدند و کشتی با آن همه اهلش نجات یافتند. اما یونس علیه السلام، خداوند به یکی از ماهی‌های از بحر وحی فرستاد که منتظر این نبی بود. به نزد آن نبی برو، به نزد آن پیامبر برو و او را فرو ببر و گوشت او را پاره نکن و به استخوان‌هایش آسیب نرسان. فالتقمه الحوت، ماهی او را فرو برد. فالتقمه الحوت وهو مليم. این هنگام یونس علیه السلام در شکم ماهی، در آن تاریکی ماهی، در آن تاریکی شب، در آن تاریکی بحر فکر کرد که مرده است. ناگاه او به حرکت درآمد در داخل شکم ماهی. وقتا که دانست که او حالا هم زنده است، به خداوند سجده کرد در شکم ماهی و گفت پروردگاری من، به تو سجده میکنم در مکانی که هیچ کس در چنین مکان سجده نکرده است. هیچ کس از انسانها سجده نکرده اند در چنین مکان. آن را برای تو سجدگاه قرار دادم. وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه. یونس علیه السلام گمان کرد که خداوند او را سرزنش نمی کند. این هنگام در آن تاریکی شب و آن تاریکی بحر و در شکم ماهی آوازی را شنید. ای خدا، این چی آواز است؟ این چی آواز است در این درونی بحر؟ یک آوازی غریب شنید، آوازی عجیب. خداوند ذوالجلال گفت ای یونس، این صدای تسبیح ماهیان بحر است. و این من شیء، در آن تاریکی صدای ماهیان را شنید که خدا را تسبیح می گفتند. و این من شیء الا یسبح بحمده، و این من شیء الا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم. در این لحظه یونس علیه السلام گفت لا اله الا انت، بزرگترین کلمه را یاد کرد. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. یونس علیه السلام به خطایش اعتراف کرد، به کمبودیش، زیرا او نسبت قومش سراسیمه شد. پشیمان شد یونس، به سوی خداوند ذوالجلال برگشت، بسیار تسبیح می گفت لا اله الا انت. در آن تاریکی شب، در آن تاریکی سیگانه، در تاریکی بحر و شب و ماهی که بسیار تاریک و ترسناک بود، آنجا این کلمه ها را تکرار می کرد. کلمه ها به بالا می رفتند، آسمان دنیا را می شکافت، سپس آسمان دوم را نیز، سپس آسمان سوم را نیز. کلمه های پاک به سوی آن ذات می روند، حتی که به نزد ملائک رسید. ملائک این آوازها را می شنیدند، آوازی بنده ای را که می گوید لا اله الا انت. ملائک گفتند ای پروردگار، این صدای آشنا است، این آواز آشنا می نماید، لیکن مکانش را نمی دانیم، از یک مکان غریبی می براید. و خداوند بر ملائک گفت آیا نمی دانید که این صدای کیست؟ ملائک گفتند نه ای پروردگار، نمی دانیم. گفت این صدای بنده ام یونس ابن متی است. گفتند ای پروردگار، آیا نجاتش نمی دهی؟ گفت بله، به زودی نجاتش می دهم. وذنون
إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یونس علیه السلام در شکم ماهی چند وقت ماند این را بجز خداوند کسی نمی‌داند. اهل ایمان چنینند. هرگاه که زمین به آنها تنگ شد و دنیا برایشان تاریک شد و در مشکلی افتیدند تنها خدای ذوالجلال را یاد می‌کنند. اما یونس علیه السلام خداوند را پیش از ماهی و در شکم ماهی و بعد از برآمدنش و در طول حیاتش فقط خدا را ذکر می‌کرد. در طول زندگیش رابطه خوبی با خدای ذوالجلال داشت. فلولا انه كان من المسبحین، از جمله ذاکران و عابدان و تسبیح گویندگان و رکوع کنندگان و سجده کنندگان بود. یونس علیه السلام چنین بود. اگر چنین نمی بود در شکم ماهی تا روز قیامت باقی می ماند، اگر چندی که نبی هم بود. ولولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. مؤمنانی هستند که مدت هاست خدا را ذکر نکردند، زیرا ذکر خدا دل را آرام می کند. الا بذكر الله. اگر انسان در زندان باشد، اگر در چاه باشد، اگر در غار باشد، اگر دشمن در گیردش باشد، اگر او بیماری او را هلاک کند، ذکر خدا دل او را آرام می کند. الا بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. یونس علیه السلام در آنجا ماند. ممکن بود نفسگیر شده بمیرد، ممکن بود از گرسنگی بمیرد، ممکن بود ترس تاریکی او را بکشد. همیشه ذکر خدای ذوالجلال را میکرد. لولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. خداوند ذوالجلال را ذکر میکرد، ذکر خدای تبارک و تعالی را میکرد تا اینکه خداوند او را نجات داد. چگونه خداوند او را نجات داد و آن چگونه صورت میگیرد در حالی که او در شکم ماهی است؟ خداوند ذوالجلال چگونه یونس علیه السلام را نجات میدهد در حالی که او در تاریکی قرار دارد؟ این چگونه صورت میگیرد و نجات از کجا می آید؟ خداوند ذوالجلال به آن ماهی که یونس علیه السلام را فرو برده بود وحی فرستاد اینکه وظیفه و کار تو تمام شد. یونس علیه السلام را در ساحل بحر پرتاب کن. ماهی یونس علیه السلام را در ساحل بحر پرتافت. قصص نور قصص، قصص نور قصص. سقط یونس علیه السلام در ساحل بحر افتاد در حالی که خیلی لاغر شده بود. میگویند که پوست بالای استخوان قرار داشت. جسمش ضعیف و پوستش تنک شده بود، مثل چوجه‌ای که از تخم میبراید خراب و لاغر شده بود. چنین وصف کردند یونس علیه السلام را. او در ساحل بحر بود و آفتاب بالای سرش. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. در ساحل بحر افتاده بود، در دم مرگ قرار داشت. بیماری و ناتوانی و ترس او را فرا گرفته بود. نمیدانیم که تا چند وقت در شکم ماهی بود، لیکن او نبی از انبیای خداوند است. خداوند ذوالجلال او را نجات داد، زیرا او از جمله عبادت کنندگان بود، از ذاکران بود. اگر او ذاکر نمی بود هیچگاه از شکم ماهی بیرون نمی آمد، زیرا او خداوند را ذکر می کرد، به خداوند رو آورده بود. فنجیناه من الغم. از آن سه تاریکی. وكذلك ننجي المؤمنين. به ساحل بحر افتیده بود
و آفتاب بالای سرش. ممکن بود آفتاب او را بکشد، ممکن بود بیماری او را بکشد، ممکن بود گرسنگی او را بکشد. اکنون چیکار میکند؟ یونس علیه السلام چگونه نجات مییابد؟ وقتا که در ساحل بحر افتاد، خداوند بالای سرش درختی را رویانید. این چی درخت بود؟ درخت یقطین. خداوند آن درخت را فوراً روی سرش رویانید. برای چی؟ زیرا برگهایش کلان می باشد و زیر سایه آن پناه می برد و میوه آن وقتا که می خورد جسمش را قوت می داد. از میوه آن می خورد و آهوی می آمد هر روز از شیر آن می خورد. از شیر می نوشید و از میوه آن درخت می خورد و زیر سایه آن پناه می بود و خداوند ذوالجلال او را محافظت کرد. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. در بیابان او را پرتافتیم و بالای سرش درختی از یقطین رویانیدیم. چرا خداوند ذوالجلال او را نجات داد؟ فنجیناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. خداوند ذوالجلال او را نجات داد از آن غم، از آن تاریکی. چرا؟ زیرا او از جمله مؤمنان بود، از جمله ذکر کنندگان و عبادت کنندگان بود. یونس علیه السلام میخورد و می نوشید و جسمش آهسته آهسته قوت میگرفت تا آن دم که به قوت شد. چرا این همه به یونس علیه السلام رخ داد؟ چرا خداوند او را از کشتی پرتافت، سپس او را ماهی فرو برد، سپس چندین روزها آنجا ماند؟ چرا؟ سپس چرا خداوند او را دوم باره نجات داد؟ چرا دوم باره جسمش را قوت داد؟ آیا میدانید چرا؟ خداوند میخواست به یونس علیه السلام کاری را نشان دهد. ای یونس، دوم باره برگرد. به کجا برگردم؟ ای یونس، به سوی قومت بازگرد. به سوی کی؟ به سوی قومت. بار دیگر نزد آنها برو. چرا نزد آنها روم؟ آیا میدانید چرا؟ یونس علیه السلام وقتا که جسمش دوم باره قوه پیدا کرد به شهرش بازگشت، به نینوایی که آن را به کافرها ترک کرده بود. هیچ یکی از آنها ایمان نآورده بودند. چنانه که یاد دارید آنها را 3 روز مهلت داده بود. اکنون شاید به آنها عذاب نازل شده باشد. وقتی به نزد آنها روم شاید عذاب نازل شده باشد. چرا نزد آنها روم مادامی که دعوتم را نپذیرفتند؟ وقتی که یونس علیه السلام به سوی قومش رفت، میدانید چی را دید؟ تمام شهر 100,000 انسان همگی به خدای ذوالجلال ایمان آوردند. یا الله، همه شهر، آره همه شهر به خدای ذوالجلال ایمان آوردند. او را به سوی 100,000 فرستادیم یا زیاده از این. همه آن 100,000 ایمان آوردند. کسی از آنها مخالف نبود. آیا به نبی چنین شده است؟ هرگز. تنها برای یونس علیه السلام چنین شد. چرا؟ زیرا او با پروردگار خیش صادق بود. لیکن او لغزشی کرد. او نسبت به قومش سراسیمه شد. طبیعت انسان است. حتی که انبیا می لغزند. آدم علیه السلام از میوه درخت بخورد و یونس علیه السلام به قومش سراسیمه شد. و او مثل دیگر پیامبران بود. آدم علیه السلام از درخت بخورد، یونس علیه السلام نسبت به قومش سراسیمه شد. وقتا که برگشت شهر همهش ایمان آورده بودند. 100,000 نفر یا زیاده از این. خداوند ذوالجلال خواست به پیامبر بیاموزد و مردمانی که بعد از آنها می آیند را بیاموزد که انسان نباید شتاب کند. اصبر لحکم ربک ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم. پروردگارش را دعا کرد و خداوند او را نجات داد. او را انتخاب کرد و او را از جمله صالحین قرار داد. شاید کسی بگوید که من از یونس ابن متی بهترم، زیرا من صبر کردم. نه، هر آن چیزی که به یونس علیه السلام رخ داد این هم از حکمت خداوند ذوالجلال بود. او را تعلیم داد و قوم‌های بعد از او را تعلیم داد به این چیز و ما را نیز تعلیم داده ایستاده است تا امروز. صفحه از صفحه‌های انبیا پوشیده شد و آن هم قصه یونس علیه السلام. در برنامه آینده به اذن خداوند ذوالجلال درباره یک فتره بزرگ از فتره انبیا سخن میگوییم. فتره نبی خدا موسی علیه السلام.
در چند برنامه با آن خواهیم بود که حادثه های بین او و قومش را خواهیم گفت و درباره یک مملکت ظالم و طغیانگر سخن میگوییم. مردم آنجا چگونه به سر میبردند و خداوند چگونه این نبی را به آنها فرستاد و بین موسی و فرعون و بنی اسرائیل چی رخ داد. این است موضوع آینده ما در برنامه آینده. القادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.